مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از دو صدمه مرگ‌آور در پنجکند و کوشانیان خبر داد. شب 3 مارس سال 2024 تخمینا ساعت 22:30 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز کتابویف عمر سال تولدش 1987 ساکن جماعت دهات سوجینه شهر پنجکند هنگام حرکت کردن در روی ماشینگرد عینی پنجکند در کیلومتر 79 در حدود دهات سوجینه از روده دوره وسطای نقلیات نبر آمده به سیمچوب در طرف راست راه بوده برخورده است. در نتیجه راننده کتابویف جراحت وزن جسمانی برداشته در شعبه احیای بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همچنین صبح 4 مارس سال 2024 تخمینا ساعت 09:45 راننده ماشین تمغه اوپل استرا کریموف امیدجان سال تولدش 1986 ساکن نویه کوشانیان هنگام حرکت در روی اتومبیلگرد جماعت دیات ثروت استقلال نویه مذکور از روده دوره وسطای نقلیات نبر آمده پیادهگرد اوچلو و محبت رجب گلوونا سال تولدش 1972 ساکن شهر بختار را پخش نموده است. در نتیجه اوچلو جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگر این دو حادثه دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی گفت اوید به این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه های مرگ‌آور راههای پرخطر دانسته می شوند. سال 2023 در راههای جمهوری در 111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیده 1179 کسی دیگر مجروح شد. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای تاجیکستان 416 نفر جان باخته 1197 تن دیگر جراحت برداشتند. متاسفانه 10 نفر از قربانیان این صدمه ها کودکان و نورسان نابالغند.